امروز هم یکی از خانم‌هایی که خودش داوطلب شده و در مرحله اوایل کار دادسرایی خب با تذکرات ارشادی که شده تونسته مسیر خودش رو تغییر بده. امیدواریم توضیحات ایشون مؤثر باشه. من از خانم الهام میخوام که خودشون معرفی کنم و توضیحات بدن درباره چگونگی ورود به فعالیت در فضای مجازی، در چه زمینه‌های فعالیت کردن، چرا به این فعالیت جذب شدن، چه زمینه‌هایی برای جذابیت این فعالیت وجود داشت و خودشون توضیح بدن که چرا متوقف کردن و چگونه میتونن به خانواده‌ها بگن که چرا این حوادث داره موجب سرگردانی برخی از جوانان ما در شبکه فضایی مجازی میشه. با یک صلوات در خدمت خانم الهام هست. با سلام به اول مدلینگ عالم امکان، امام راحل و نایب برحقشون ولی فقیه خوش استایلمون که الگوی همه مدل‌های وستیجی هستن. بنده خانم الهام هستم، یعنی بودم. از هر هنرم هم یه انگوش میبارید. کدبانو، بلدوزی، کوبلن، آشنزری، اصلا یه چیزی. زندگیم خیلی خوب بود. اینقدر نماز جمعه هم ترک نمیشد، درسم هم خوب بود. یعنی میخوام بگم اعتکافم هم برا بود. تو مهمونی‌ها تو جمع بودم. خواب مابم به موقع بود. خوب بود، بد نبود. تا اینکه یه از خدا بیخبری اومد گفت واقعا تو گوشیت اینترنت نداره؟ آقا همین سوال دفتر و دیوان ما رو سوزوند. بعدش هم افتادیم تو جاده زاله استکباری و مدلی که بعد برادر ما رو گرفتن تا جایی که جاداش ارشادمون کردن. من از خانوم الهام به هیئت حسن چرتک ولایت پسند در آوردن. الله در خدمت. توضیح بدید چگونه جذب این فعالیت شدید؟ والا آقا ما کلا نسل به فنا رفته‌ای هستیم. 20 سال خر زدیم، ریاضی و فیزیک و ادبیات و اینا خوندیم. آخرش وقتی می‌خواستیم استخدام بشیم از کتاب توضیح المسائل سوال اومد. چیکار کنیم دیگه؟ راهی نبود که. تنها راهی که جلومون بود این بود که برم دنبال مباحث فقهی امام. من نمیدونم شما کتاب کشف الاسرار فی محاسن المدلینگ رو خوندین یا نه؟ دنیایی آقا، دنیاییه. بندم به قصد قربت وارد شدم، اما بعد فهمیدم عوامل استکبار تعالی متعالی امامو کف رفتن. خلاصه از ناکجا آباد سر در آوردیم. جون شما توضیح بدید که اصلا چگونه جذب شدید؟ چرا این کار انتخاب کردید؟ علتش چی بوده؟ پولی بوده؟ چقدر میگرفتید؟ چقدر دستمزد میگرفتید؟ که پول، شهرت نفرمایید آقا، نفرمایید. قلب سلواز ولایت رو اینجوری جریه‌دار نکنید. ای پول میخواستم که میرفتم تو سپاه دکل میدوزیدم، که شهرت میخواستم میرفتم تو سوریه دفاع از حرم. چون ما حقیقت از همون اول خالصانه وارد این عرصه شدیم. ما با ندای لبیک یا ولایت قدم تو اینترنت میذاشتیم. بنده کسی هستم که خودم اینترنت حلال رو انداختم. اسم فیسبوک رو کردم صحیفه نور، سرچ انجین رو کردم اجوبة الاستفتاحات، مای اسپیس رو کردم فضای معنوی. یعنی میخوام بگم در برابر استکبار جهانی قد علم کردیم. خب زدن علممون رو کج کردن. حقیقت ماهی چقدر درآمد داره؟ قابل شما نره، ارزون حساب کنم مشتری شی. حالا میانگینش، میانگین 10 میلیون. 10 میلیون. بعد شما به خاطر که وارد این عرصه بشی خودت وارد شدی، کسی شما رو وارد کرد؟ اختیار داری حاج آقا، اختیار داری. یه مدلینگ ولایی هیچ وقت خودش در خود وارد جایی نمیشه. ما هم باعث ولایت بود که قدم در این عرصه گذاشتیم که میفهمد وای اگر خامنه ای اذن مدلینگ دهد ارتش مدعا نتواند که جوابم دهد. چه مقدار از شما عکس منتشر شده توی فضای مجازی یا شبکه‌های خارجی؟ بالا تعداد که ما بیشتر آلبومی کار میکنیم. من خودم به نیت تعداد علمای حوزه 240,000 تا عکس منتشر کردم که میشه یه چیز حدود 2 گیگ. حالا چند تا چه آماده است که اجازه بدیم برای عبرت نسل جوان پخش کنن. آقا این پخش کن. سفر خارجی هم داشتی؟ سفر خارجی برای این کار؟
داشتم. چند تا داشتی و چیکار می‌کردی در خارج؟ والا چند تا که زیاد داشتیم. سفرهای خارجیمون 2 مدل بود. یه مدلش مستشاری بود که میرفتیم مدلینگ برون مرزی، سوریه، عراق، یمن و کلمبیا اینا. یکی هم مدلینگ دیپلماتیک بود که با آقای ظریف میرفتیم ژنو و وین و اینا که ایشون میرفتن رو بالکن، ما میرفتیم رو استیج. بعد درآمد بیشتری داشت یعنی علت خاص داشت؟ بله آقای دادستان، بنده برای نظام کلی درآمدزایی داشتم. ما با مدلینگمون تحریما رو دور میزدیم. اصلا کی بود که تو این سال خرج نشجات عظما رو در آورد؟ تو اقتصاد مقاومتی باید یه اشاره‌ای هم به جهاد مدلینگا بشه. خدا وکیلی نمیشه. حالا خود توی جمع‌بندی بگو که چون ما بیشتر خانواده‌ها پیغام شما رو بگیرن، چه توصیه‌ای داری که اینا دور بشن از این خطری که تهدید میکنه جوان‌ها، به خصوص دختر خانم‌های جوان؟ بله، خانواده‌ها، دختر خانم‌های جوان، حقیقت کسی که جلوی شما نشسته آینه عبرته. من تو این مدت که از فضای مجازی دورم خیلی به فضای واقعی نزدیک شدم. خیلی. نمیدونم شما میدونید یا نه، ولی اینجا علما به من گفتن که یه فرشته‌ای هست به نام گوگایل که شما هر چی تو گوگل سرچ زده باشید و اون دنیا رو میکنه. یعنی الان من با هر دینی حساب میکنم میبینم جام تو جهنمه. حقیقت من خیر و صلاح شما رو میخوام. وقتی نظام این همه راه برای رسیدن به بهشت برامون فراهم کرده، آدم چرا واسه بره جهنم؟ چون خودتون نگاه کنید، قبلا فقط هواپیمای نظام بود که سقوط میکرد و ما همه با هم دیگه میرفتیم بهشت. الان اتوبوس راهیان نور و مدارس و سیستم تحصیل و اصلا خود اعزام به سوریه، همه اینا هستن. ببینید ما چقدر آپشن داریم. نه حقیقت دارم میگم دیگه، برای رسیدن به بهشت کلی آپشن هست. کلا تو نظام جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید که زندگیتون رو غلطک بیفته. همین که غلطک روتون نیفته جای شکرش باقیه. باید کمال تشکر از مسئولین مخصوصا آقای دادستان داشته باشید. خیلی خوب، خیلی متشکرم. شما تو درست